دغدغه همیشگی خانوما چیکار کنم شکمم کوچیک شه. توی این ویدیو میخوام بهتون در این خصوص توضیحات کاربردی خوبی بدم برای همیشه نگاهتون نسبت به این موضوع عوض میشه. با من همراه باش. یه نکته ای رو برای همیشه ملکه ذهنت کن. چیزی به اسم چربی سوزی موضعی نداریم. یعنی اینکه ذات این سوال که یه حرکتی بگو که من شکمم لاغر شه، یا چی کار کنم که مثلا سلولیتم آب بشه، یا مثلا بازوم لاغر بشه، چنین چیزی نداریم. چربی سوزی به صورت موضعی اتفاق نمیفته. کل بدن ما متابولیسمش میره بالا. یعنی اینطوری نیست که تو یه چیزی بخوری بعد بدن به صورت هوشمند بگی این حرکتی که من زدم، این حرکتی که تو داری میزنی میره برای چربیات، من برم تخصصی چربیای بازو یا رون یا شکم تو رو لاغر بکنم. حالا پس برای این که من بخوام لاغر بشم، پس من باید چه کاری انجام بدم؟ بچه در خصوص چاقی شکمی توی خانوما قبلا مفصل بهتون توضیح دادم، اما در خصوص لاغری به صورت کلی اینو یادت باشه، حرف اولو تغذیه میزنه. تغذیه ای تو مهمترین عامل برای چاق شدن یا لاغر شدن توه. آیا ورزش بی تأثیره؟ تا اینجای ویدیو اومدی ویدیو رو لایک کن تا به این سوال مهمه جواب بدم و بهت یه راهکار یاد بدم برای همیشه این موضوع برای جا بیفته. ادامه ویدیو رو همراه من باش. یعنی ورزش تو لاغری ما بی تأثیره؟ نه، اینطوری نیست. باید این نکته رو بدونیم که ما در حین ورزش نهایت 10% از کالری دریافتیمون رو مصرف میکنیم. پس اگر دنبال لاغری هستی توی ورزش دنبالش نگرد. تو اون 10% کالری دریافتی روزانه تو مثلا میشه حدود 200 تا 400 کالری که تو میخوای تو ورزش بسوزونی، با یه دونه کروسان نخوردن، با یکم قندتو کم کردن، 2 قاشق از برنجت کم کردن، به راحتی میتونی این نقص کالری رو ایجاد بکنی. پس به اون زحمت ورزشه نمیارزه. اگر هدف تو فقط لاغریه، ورزش فواید و مزایای خاص خودشو داره که برای اهداف دیگه ای باید بری دنبالش. اگر قصدت کاهش وزنه، ورزش چیزی در حدود 10% از کالری دریافتی تو رو میتونه بسوزونه. آیا میتونی باهاش لاغر بشی؟ به شرط اینکه بعد از اینکه تو ورزش کردی، کالری تو سوزوندی و گرسنه تر شدی، کالری دریافتی تو افزایش ندی، همون کالری قبلی تو داشته باشی، 300 400 تا تو ورزش سوزوندی، بله اینطوری باعث لاغری تو میشه. حالا ورزش موثرتره یا تغذیه؟ 100% تغذیه موثرتره برای لاغری ما. حالا یعنی من اگر قصدم فقط لاغریه، یعنی اصلا ورزش نکنم؟ میخوام بهت یه چیز رو یاد بدم که خیلی ملموس و قابل درک باشه. ببین میخوام برات ساده توضیحش بدم. اگر مثلا تغذیه 7 تا تأثیر داره توی لاغری ما و ورزش 2 تا تأثیر داره، زمانی که ورزش و تغذیه در کنار هم دیگه جمع بشن و تو این 2 تا رو با هم دیگه انجام بدی، تأثیرش روی لاغری تو نمیشه 9 تا، میشه 11 تا. به هم دیگه کمک میکنن، اثرشون سینرژیست میشه و در واقع اثرشون بیشتر میشه، اثر هم‌افزایی دارن. پس بنابراین ورزش کردن توی پروسه لاغری میتونه به تو کمک کنه، به شرط اینکه تو تغذیه‌تو درست رعایت کرده باشی. اما از این نکته غافل نشیم که تقویت عضلات کور یا مرکزی بدن که عضلات شکم هم جزوش میشن، جزو مهمترین عضلات ما هستن بچه‌ها. بیشترین بار روی این عضلات گذاشته میشه. یکی از عضلاتی هستن که بار زیادی رو تحمل میکنن در طول روز و نقش بسیار مهمی توی ایستایی قامت ما و خیلی توی سلامت ما نقش دارن. خیلی وقتا کمردردای ما علت و منشأش ضعف عضلات شکمه. پس من تمرینات شکمی رو به شما بسیار پیشنهاد میکنم، اما نه برای لاغر شدن شکم، برای تقویت عضلات شکم، برای یک ایستایی قامت شیک و یک استایل مناسب. اگر دوست دارید براتون یه جلسه تمرینی طراحی کنم که توی بازه زمانی کوتاه با هم یه تمرین هیجان انگیز خوش انرژی داشته باشیم، برام پایین کامنت بذارین که دوست دارید این کلاس تمرینات شکم رو با هم دیگه اجرا بکنیم. و اما میخوام یه سوال خیلی مهم، مطمئنم 100% دغدغه همتونه رو
عنوان بکنم. حتما این سوال براتون مطرح شده. حالا برعکسش رو بخوایم چی؟ یعنی مثلا من میتونم این سوال رو بپرسم که یه حرکتی بگو که مثلا رونوباسن من برجسته بشه. برای این سوال بسیار پر مخاطب، میدونم دغدغه همتونه و برای همتون جذابه، جلسه آینده میخوام بهش بپردازم. پس تا ویدیوی بعدی همراه من باشین. اگه سابسکرایب نکردی منو سابسکرایب کن تا ویدیو هم بهت نشون داده بشه. امیدوارم که مطالب برات کاربردی بوده باشه و مطالب رو دوست داشته باشی. خیلی دوست دارم. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدافظ.